سلام علیکم. و علیکم سازر منیم جان. میشه کجای فرزندشون؟ سعدی در کجای سعدی؟ سعدی همینجا منیم جان تینجا. چی میکنه در همینجا؟ فرزندتون درس نمیره با کو؟ برای چی درس نمیره با؟ در همین تلویزیون هر روز اعلام میکنن که مسئولیت فرزند فقط در دوش پدر و مادره. شما چه خیلی تربیت میتین؟ 24 ساعت هم باشه، اگر 6 ساعتش در مکتبه دیگه همش در خونه باشه. باید شما رو تربیت کنین. فهمونه که 10 هفته خونه. کجا دارم سعدی؟ همینجا منیم جان خونه دقیقی آشناش قرط بازی داره. قرط بازی داره؟ مکتبه کی میخونه؟ عرضه دیرکتور دیدی؟ بخون عرضه دیرکتور. چی گفته که عرضه دیرکتور؟ یک بار شما برین با مجلسو فیروز میکنم بیاید دعوت کنم. کجا ده؟ جان بود روی خونه ده بیایید. بیایید. سعدی؟ چی گپه ها؟ قرط بازی ها؟ خیلی حیفی هم تربیه‌ای که مادر تو تربیت داده، هم مادر بچه حیفی هم درسای میدادگی مو چی میگم شما چی کار میکنی؟ یکی با مکتب خونه نمیخونه این؟ نه مکتب ارسیدی میخونه. زرستی. نه زستی؟ ده. سدیس با ماه شوید با دل شوید سیاه شوید. انا میاد 3 روز چی در کجای درس نیستی؟ 3 روز پیش درس نامدی در کجا بودی؟ راست بگو معلم جان. راست بگو. راست که معلم جان در پشت مکتب ما خطی همسیفم فوتبال بازی کردیم در دری لای چنگال دیدم بروکاها ما چنگ لایش در یا بروک داشتم ششتم برای همون نتونستم اومدم. نتونستی ها؟ خیلی مالی عیبی برو او دیگه در کجا بودی درس نامدی؟ دیدم مکتب رفته بودم همین تا دوم شما خطی گذاشتم نگاه کردم که داداکم بروک شما کشول. خیلی بچه برو کشول؟ من فکر کردم که شما رنگ مواری یک بروک دارین برای همین مکتب نرفتم.